شد. و اینکه تو الان این 1 سالی که میگذره واقعا بهزاد بهتون بگم از نظر ظاهری انگار نصف شده. من خودم ازش تعجب میکنم چطوری اینقدر تغییر کرده. همین الان هم دوباره لیمومی رو چی؟ چیه؟ چی داری میگی؟ چی میگم مگه؟ 40 کیلو. خب چیه مگه؟ حالا خوبه؟ اونا بردنش 80 کیلو اگه بوده باشم 40 کیلو رفته 40 کیلو دیگه گوش میمونه. بچه ها در مورد عکسایی که گذاشتم همه میگید چرا بهزاد تغییر نمیکنه تاب زده و اینا. حالا جدا از دلیلش که دلیل اصلیش که زن خوبه، یه دلیل دیگه هم وجود داره. اون اینه که بهزاد بچه ها این روغنی که بهتون گفتم روغن شترمرغ اونو یعنی 4-5 سالی هست استفاده میکنه. بعد ببین الان خداییش بهش میاد 47 سالشه ولی بهش نمیاد. چه ظاهر میکنی؟ میخوره. جدی میگم 47 سالشه ولی باورتون میشه؟ الان میخوای بگی سر کار نمیری. آره چی خوب نشون میده آدم.